شما میتونستی من همین قامت بلند خم میکردم و دستی ترم میگرفت و این روز مرا در بستر مرگ دیدی برای مرگ ما گریه نکرد. چرا؟ زیرا روز مرگ بالای تن میاد. میگه درد مادر زیادتر میشود، شب نالیش میکنه. فرزند به سیاست میگه نمیشه مادر آواز تا پس گیری تو نالیش کردی من خواب نمیبره که خواب نمیشه. کسی میگه من یک چند لحظه بعد صدای مادر خاموش، فرزند به راحت خواب میره، سر میخیزه که مادر از دنیا گذشته. دیگه در حوصله منزل قبرستان اثر منزل میره، اویلش هم مکتوبش میده که همین شب مادر مکتوب نوشته پیش از مرگش. بچه جان تا این روزه من هر دعا و هر خواهشی که از خدا کردم برای خودم نکردم، برای تو کردم. لیکن این شب دیدم که طاقتش شنیدن آوازی من ندارم. امشب آخرین خواهشم از خدا همیشه برای خودم نمیکنم، برای تو میکنم. خداوند جانی مرا بگیره که تو آرام خواه روی و دیگه تو را ناراحت نکنی. لا حول ولا قوة الا بالله. و در به مرگ خود راضی است، اما به ناراحت شدن فرزند راضی نیست. در نماز یک دعای عجیب میکنی. اللهم اغفر لی و لوالدی. خدا اول خودم ببخش، بعد از اون پدر و مادر ما. چرا اول خودم ببخش؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ خدای مرا ببخش تا دعایی که در حق پدر و مادر میکنم قبول شد. اگر تو مرا نبخشی دعام قبول نمیشه. به همین خاطر اول باید در نفس خودمون دعا بکنیم، بعد در حق پدر و مادر دعا بکنیم. جنت یک منظره هست، همه آرزو داره که جنت بروند. انبیا، اولیا همه میخوان که جنت بروند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی از خدا جنت میخواهید میانه جنت رو بخواهید. جنت میگه خدای روز قیامت میگه خدای تو اینقدر مرا منظره زیبا کردی که همه حواسی مرا میخورد، اما مرا این قدر کردی که زیر قدم مادر کرد. دوزخ میگه خدایا تو مرا خلق کردی که من انسان گناهکار نیست و نابود کنم، اما یک بار پدر یا مادر در حق فرزند دعا میکنن که او را از دوزخ خلاص کنه. علما میفرمایند سه چیز نگاه کردن عبادت است. یکی قرآن، یکی بیت الله، یکی چهره پدر و مادر را تماشا کردن. علما میفرمایند اگر بخواید دعاتون قبول شود، در چهره پدر نگاه بکنید، در چهره مادر نگاه بکنید، دعا بکنید، الله دعای شما را رد نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اگر کسی پدر و مادرش در دنیا زنده باشند، حیات باشند، دو دروازه جنت الکی در اختیار شما است. اگر یک تاشون باشه، یک دروازه جنت در اختیار شما. رسول الله گفت که وای بر حال همون کسی که پدر و مادر دریا کنه و جنت نرود. وای بر حال همون کسی. قرآن عظیم شان عجیب نصیحت میکنه. میدونه که وقتی که پدر جوان هست، سیاست داره، اما عمر پدر یا عمر مادر کم بالا رفت، الکی سیاست بالعکس میشه و سیاست در فرزند میشه. قرآن عظیم شان نصیحت میکنه که ای مسلمان، زمانی شو پدری تو یا مادری تو کلانسال شو و محتاج به تو شو، حتی که صحبت کردن در جواب اما اوف نگو. اوف این پسترین سخنه. وقتی خدا میگه اوف نگو، دیگه از اوف هر چیزی که بالا باشه باید ما او را نکنیم و نگوییم و بگیم که خدا پدر و مادر ما را رحمت کرد، چگونه ما میدر بودیم و تربیت کردیم کلام. الله رب العزت میگه وقتی جنح در پیش پدر خطا پهلوان نگی، بازوهات شکسته بگی. چطوره که اگر پرنده را نگاه کنه مهربانی میکنه، فرزندش زیر بغل میکنه، الله میگه ای جوانی پهلوان در پیش پدر خطا پهلوان نگی، بلکه پدر و مادر زیر قنات خود. بعضی علما قنات ترجمه به پایانداز میکنن، میگه در پیش پدر و مادر مثل پایانداز باش، سرخم باش. الله رب العزت چه نعمت بزرگ برای ما و شما. پدر و مادر خیلی یک نعمت بزرگ، چهرهشون نگاهشون برای ما عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن همون لحظه ای که شما دیدید پدر و مادر از شما راضی است، بدانید که همون حالت خدا از شما راضی است. و اگر